با اقدام رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و یک قطار تشبسکاران از شهر دوشنبه سنه‌های 26 و 27 نوامبر سال 2025 در شهر پنجکین بخشیده به 80مین سالگرد گرامی‌داشت خادم نمایان دولتی و جمعیتی مرادالله شیرعلی‌زاده چاره‌بینی‌های گوناگون برگزار گردید. مورد ذکر است که سنه 26 نوامبر سال 2025 این چاره‌بینی‌ها از زادگاه آدم الشعرا ابو عبدالله رودکی در نزد مجمع تاریخی و فرهنگی پنجرود آغاز یافت. در درآمدگاه مقبره استاد ابو عبدالله رودکی هیئت مهمانان ارجمند را از شهرهای دوشنبه، خوجند، گوشه و کنار تاجیکستان و شهرهای سمرقند و تاشکند جمهوری ازبکستان با یک فرح و شادمانی استقبال نمودند. سپس اشتراکچیان محفل گرامی داشت مقبره امیر شاه ایران استاد ابو عبدالله رودکی را زیارت نموده به ارواح او دعا و فاتحه ارسال کردند. اشتراکچیان این محفل گرامی داشت با کتابخانه، آثارخانه و دیگر انشاءات مجمع تاریخی و فرهنگی پنجرود شناس گردیده واقعاً برگزاری 80مین سالگرد گرامی داشت شادروان مرادالله شیرعلی‌زاده را یکی از تدبیرهای مهم از طرف رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین ارزیابی کردند. بوی جوی مولیان آید همه، یادیاری مهربان آید همه، ریگ آمو و درشت راه او زیر پایم پرنیهان آید همه. او بی جیهو از نشاطی روی دوست خنگ ما را تا میان آید همه. ای بخارا شاد باش و دیر زی میر نزدت شادمان آید همه. هر باد که از سوی بخارا به من آید با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید بر هر زن و هر مرد کجا بربزد آن باد گویی مگر آن باد همه از خوتن آید. در پایه مقبره استاد ابو عبدالله رودکی ما با یک از چهره‌های شناخته مبلغ زبان و فرهنگ تاجیک در شهر سمرقند امینه شراف‌الدین و خبرنگاری منطقوی روزنامه آواز تاجیک در ولایت سمرقند و روزنامه‌نگار شناخته کارمند مسئول روزنامه آواز تاجیک میر اسرار فرغانی مصاحب شدیم. امروز برای ما یک بخت بزرگ است که یک من در چاره‌بینی فرهنگی از سمرقند باستانی آمده ایم. من امروز در زیارتگاه ابو عبدالله رودکی آمده. استاد میگه هیچ شادی نیست اندر این جهان بهتر از دیدار دوستان. من همین دوستای دیده همین کرته گوشت گرفتم تابی ما بالیده گشت تازه باز امینه بانو از سمرقند تا اینجا آمدیم فقط درباره تاجیکستان درباره من دیگرگونی ها درباره که اینجا پیشروی ها ما گفتیم که تاجیکستان همیشه به پیش. خود رو در جمع شما دیدن برایم خیلی خوش است چون دعوت کردید از شما دعوت از ما دویده اومدن عزیزان بین هم زبانون هم تبارون هم خون هم دیگر فهمون اینجا بودن برای من خیلی خیلی یک بخت بزرگ است. امروز با بهانه گرامی داشتی مرادالله شیرعلی‌زاده جمع آمدیم اینجا چی در زمان سنتی چی زمان مدرن عزیزان اگر چی ارزش ها
مقدسات اندک ایواز می شوند، جوی همدیگر می گیرند، لیکن خاطره هیچ وقت دیگر نمی شود. در همه دور و زمان باید بزرگان رو، آنهایی که راه کشودند، آنهایی که به ما دستور دادند برای پیشروی ها، خاطره هیچ وقت قدر و قیمت خود گم نمی کند. یاد بود، گرامی بود یادی مرادالله شیرعلی زاده و خصوصا در همین پایه، در همین جای مقدس آرامگاهی آدم و شوهرا اینجا آمدیم، حضور داریم. روحی هر دو شاد بود و میراثبران، وارثان زیاد و زیادتر باشند که اینها رو پیگیری کنند، کارهای اینها رو، گفته‌های اینها رو دوام دهند. از نام سمرقندیان یک بغل، یک دسته، دامن به همه تاجیکستانیان عزیز سلام آوردم، پیام آوردم و سرود و درود و همه نیکی ها رو یک جای با این دوستانم آوردیم. ما میر اسرار فرغانی هستم، از شهر تاشکند اینجا برای شرکت در یک گرامی داشت آمدم و اینچنین من در روزنامه آواز تاجیک کار میکنم. اینچنین من خبرنگار تاشکندی روزنامه جمهوریت هستم. این حضور در این چنین یک بسیار همایش، یک گرامی داشت برای من خیلی هم این یک خاطره خوب باقی خواهد گذاشت. اصلا باز حضور در چنین یک جایی که تمام مردم شهردوست آرزو میکنن که یک آمده این مرقد استاد اینجا را ببینند، از این آب و هوا نفس گیرند و بار سیوم است که برای من به این شرف میسر میشوم و این گرامی داشت که حال برنامه ریزی شده است به خوبی خیلی هم در دایره وسیع گذرد و ما نیز از اینجا با یک جهان تأثیرات برگردیم. چاره‌بینی‌های اساسی گرامی داشتی 80مین سالگردی خادم نمایان دولتی و جمعیتی روانشاد مرادالله شیرعلی زاده در دهه کلالی در مسیر تحصیلات میانه عمومی رقم 7 که به نام شادروان مرادالله شیرعلی زاده می باشد برگزار گردید. اینجا رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، کارمندان مسئول دستگاه رئیس شهر، راهبران تشکیلات و کارخانه ها مهمانان را زیر صدای کرنه و دف و قرائت شعرها استقبال نمودند. سلام ای مهمانان گرامی، ابرمردان و اربابان نامی. سلام از پیر و برنای کلالی که دارند پیر و برنا طبع عالی. سلام از پیری ردک، پیری اقبال به ما بخشید از دانش پروبال. سلام از آب کشته دو وجودش که میگوید سما هر دم درودش. مرادالله جگربندی همین جاست، برادر خانه صد سینه معواست. قسم این مرد مردی مهربان بود، چراغی تابناک در زمان بود. شهیدی آرزوها زنده باشد، بدهی خیش دائم نور پاشد. خوش آمدید مهمانان عزیز. سپس از طرف مهمانان با پایه نیمپیکره شادروان مرادالله شیرعلی زاده گلچنبرها گذاشته شد و بار دیگر همگان از این خادم نمایان دولتی و جمعیتی با یک تفاخر یاد کردند. مورد ذکر است که شادروان مرادالله شیرعلی زاده 14 اپریل سال 1945 در دهه کلالی شهر پنجکنت ولایت سوخت چشم به عالم هستی گشوده پس از ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 به انستیتوت دولتی پداگوژی دوشنبه به نام شیوچنکو، حالا دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی داخل شده فاکولته تاریخ را با موفقیت ختم نمود. فعالیت ایجادی شادروان در روزنامه معارف و مدنیت
آغاز یافته. سپس او در انستیتوت تاریخ پارتیایی نزد کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان فعالیت خویش را به صفت خادم علمی ادامه بخشید. سالهای 1970 1974 و 1978 و 1982 شادروان مرادالله شیرعلیزاده در شهرهای مزار شریف و کابل جمهوری افغانستان به صفت ترجمان و ترجمان کلان فعالیت داشته. بعدتر همچون مدیر سکتور ترجمه در همان انستیتوت وظیفه خویش را ادامه بخشید. سال 1984 شادروان مرادالله شیرعلیزاده با دریافت عنوان نامزد علم تاریخ شرفیاب گردید. از سال 1987 تا سال 1990 در کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان نخست انستیتوت شعبه مناسبت‌های خارجی و سپس یاردمچی کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان را به عهده داشت. او را انتخاب کنندگان به شورای عالی جمهوری تاجیکستان دعوت 12 همچون وکیل خویش انتخاب نمودند. 5 اکتبر سال 1990 با قرار شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شادروان مرادالله شیرعلیزاده سرمحرر روزنامه صدای مردم ارگان رسمی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. مرادالله شیرعلیزاده 5 می سال 1992 در اثر حادثه فاجعه‌ای به شهادت رسید. او از نسل روشنفکران و آدمان نجیبی بود که با خدمت و سخن راست نام خود را در تاریخ ژورنالیستیکا و سیاست تاجیکستان جاویدان ساخت. مورد ذکر است که در جریان این مراسم گرامی داشت ما با چند نفر اشتراکیان این مراسم هم صحبت شدیم. ضمن صحبت دسنت اکادمی اداره کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبدالحلیم غفورов، سابق آموزگاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 ایرج رجبov، دیگر از همدیاران شادروان بابا مراد بوتاєв اندیشه و ملاحظات خویش را به ما چنین ارزیابی کردند. وقتی که ما درباره فرزندان برومند این ملت سخن می‌رانیم در و احساس می‌کنیم که فرزندان بزرگ ملت در دوره با استقلالیت وارد شدن مردم جمهوری تاجیکستان برای بهداشت حیات اجتماعی مردم جمهوری تاجیکستان سهمی بی‌نهایت ارزنده را گذاشتند. مرادالله شیرعلیزاده یکی از فرزندان برومند این دیار رودکی به شمار می‌رود که در او سیمای بی‌نهایت بزرگ انسانی هم صفتاً هم صورتاً بی‌نهایت گوارا بود. مرادالله شیرعلیزاده مکتب خود را داشت و این مکتب خود توسط روزنامه صدای مردم همچون دیپوتات مجلسی دیپوتات شورای عالی جمهوری تاجیکستان عکس اندازی میکرد. ما دیپوتاتان امروزه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان هر وقتی که در مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن برآمد میکردیم صدای بی واسطه مرادالله که من از شما احترامانه خواهش میکنم به گوش هر یک وکیل مجلس مردمی صدا میداد و این صدا احترام بلندی زباندانی سخنگویی عقل رسایی که همچون پادشاه ملک سر گرد سری او چرخ میزد بی واسطه ifade میاد. من باوری دارم که سخن مرادالله گفتار مرادالله راه طی کرده او امروز برای هر یک ما همچون راه مبارک راه درست استقلالیت جمهوری تاجیکستان که مردم جمهوری تاجیکستان هنوز شهد آن را نچشیده به گرداب جنگ شهروندی افتیده بودند توانست که به درستی آن را
یعنی ifade نمود. من شخصا مرادالله شریف‌زاده را همان نزدیک میشناختم. عالم، روزنامه‌نگار، متفکر، ترجمان، خادم علمی، دیپلمات شورای عالی، سرمحرر گزیت صدای مردم بودند. آدمی آرام، با تمکین، آدمی خوش معامله. من یک وقتها در دوره اتحاد شوروی در خاطر دارم با سابق دیرکتور مکتب ظریف نظام‌الدین یک جا نشسته بودیم با همراهی رئیس جماعت دهات رودکی. همان شخص آمدن در همانجا گفتند که همین قشلاق شبها روشنایی برق دادن ممکن است، چراغک دادن است. خیر رئیس جماعت گفتند می شود معلم. پس از گفتار همین صحبت، پس از چند وقت و چند ماه باشد، همین دهه ما همش چراغان شد. این یکی از گفته های تاکید مرادالله شریف‌زاده بودند. این آدم برای آبادانی دهه، برای آبادانی مملکت، برای آبادانی جمهوری، برای آبادانی ملت خدمت‌های ارزنده سازنده کردند. این شخص را ما همچون عالم، متفکر، همدیار میشناسیم و احترام پاس می‌داریم. امروز که 80 سالگی عالم و متفکر، روزنامه‌نگار، دیپلمات شورای عالی برگزار می‌گردد. از آمدن مهمانان، تشریف آوردن همه نمایندگان، همه مردم را به این روز تبریک میگم و خوش آمدید میگم. شما زنده جاوید ماند هر کی نکونام زیست، کز رقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. مرادالله به نظر من یک شخصی برکمال، ژورنالیست، عالم، معرخ، خادم سیاسی شناخته شده است. من از نام ساکنان دهه کلاله و سازمان دهندگان همین چهاربینی، مخصوصاً به رئیس حکومت شهر عبدالخالق خالقزاده و شریف همدانپور که تشبث همین کار است، منتداری رحمتنامه مردم کلاله را اظهار می نمایم. سال 1958 در پنجرود 1100 سالگی استاد رودکی جشن گرفته می شد. در همین جشن از مکتب‌های جماعت خوانندگان بسیار جمع می آمدند. وقتی که نوبت به مرادالله رسید، وی یک شعر عبدالسلام دهاتی به تخم لشکری گیتلر قران آمده قرائت میکند. همه مردم به احساسات داده میشوند، در تعجب میمانند. از بین همون عالمان و شاعران نویسندگان نامی که در همین جشن اشتراک کرده بود، از جمله ادبیاتشناس نامی ایرانی سعید نفیسی اشتراک داد. او مرادالله شیرعلی را به نزد خودش جر میزند، نوازش میکند و از آینده نیکی مرادالله شیرعلی زاده درک میدهد. همین فاتحه بود که مرادالله شیرعلی زاده بعد ختم مکتب میانه به انستیتوت پداگوژی شفچنکو که حاضر دانشگاه آموزگاری میگویند داخل میشد سال 1952 و سال 1962 ختم میکند دانشگاه. اکنون ببینید یک شخصی بود که زمینی، خاکسار، قد و قامت زیبا داشت. سخنش، گفتارش همش ملایم، نرم بود، حوستان میرفت. در گفتارش احترامانه خواهش میکنم. و خواه آدمی عادی باشد، خواه آدمی کلان، سخنش احترامانه خواهش میکنم. و خوشبختانه امروز همین ایجاد مرادالله شیرعلی زاده احترامانه خواهش میکنم ورد زبان عامه گشته است. مورد ذکر است که با اقدام بی‌واسطه رئیس شهر پنجکین، صاحبکاران و مردم این دیار برای تعمیر و آبادانی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7
دهه کلالی که به نام مرادالله شیرعلیزاده می باشد کارهای زیادی تعمیر و آبادانی انجام داده شد. بینای سینخانه ها، تالارها، صحن این مؤسسه تعلیمی با یک صفت خوب از تعمیر برآورده شد. همزمان اینجا برای خوانندگان و آموزگاران تالاری بالا پوشیده و میدانچه ورزشی بنیاد گردید که این برای رشد ساحه ورزش همه‌طرفه مساعدت می‌کند. در جریان برگزاری این چهاربینی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با هیئت مهمانان از تالارها، سینخانه‌ها و انشاءات ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 دیدن نمودند. خوانندگان، راهبریت مکتب برای چنین غمخواری عرضی سپاس کردند. همزمان تاکید شد که اینجا با اقدام یکی از تشبسکاران برگزاری این چهاربینی روزنامه‌نگار، بنیادگذار میدیا هولدینگ اویلا، سرمحرر هفته‌نامه تاجیکستان شریف همدانپور درباره زندگینامه و لحظه‌های تاریخی ایجادیات روانشاد مرادالله شیرعلیزاده کتابی با نام وقتی که حقیقت تیر خورد با انتشار رسیده برای اشتراکچیان و کتابخانه این مؤسسه تعلیمی که از جانب او تشکیل شده بود تقدیم گردید. همزمان با اقدام عالم شناخته تاجیک فرهاد رحیمی یک سینخانه کامپیوتری نیز اینجا برای آموزگاران خوانندگان همچون تحفه سپاریده شد. من سلطانزاده نامزد ادعای فیزیک و متماتیکا شعبه معارف شهر پنجشیر میباشم. با دستگیری اکادمیک علم‌های جمهوری تاجیکستان محترم فرهاد رحیمی با تشبث اون کس یک سیمفونی تکنولوژی اطلاعاتی با 10 عدد کامپیوتر و یک عدد دستگاه الکترونیک و یک عدد پرینتر که با تمام شرایط زمانوی یک سیمفونی پرحشمت امروز افتتاح گردید بخشیده به 80 سالگی مرادالله شیرعلیزاده افتتاح داده شد. این برای آبادی دیار این سهم ارزنده خیلی و خیلی هم گران میباشد. برای این نه دستاوردها و این قدر نوازش شدن بخشیده به 80 سالگی مرادالله شیرعلیزاده امروز این سیمفونی را از طرف فرهاد رحیمی افتتاح یافت. ما خرسند از آن هستیم که چنین هوسمندکنی خوانندگان و خواندن تکنولوژی اطلاعاتی امروزه سفربر نموده ایستادند. سرفرازیم که چنین شرایط‌های زمانوی را به ما مهیا کرده ایستادند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به اشتراکچیان این محفل گرامی داشت تاکید کرد که از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین همه انشاءات این مؤسسه تعلیمی سینخانه ها از تعمیر خوشصفت برآورده شدند که از طرف هم خوانندگان و هم راهبریت مکتب برای چنین غمخواری عرض سپاس بیان شد. من آرمان و معرفت راهبر مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 به نام صاحب جشن مرادالله شیرعلیزاده مکتب ما امروز خیلی آباد شد. با کمک مهاجران، با کمک صاحبکاران، با کمک خلق عزیز کلاله دیار ما چقدر آبادکاری ها شد. در اینجا صنفخانه های علاوگی از قبیل صنفخانه فیزیکا، صنفخانه گئوگرافیا، صنفخانه کامپیوتری، صنفخانه زبان ادبیات تاجیک، آمادگی دفاع حربی، فیزیکا، خیمیا، تالار ورزشی پره از نوسازی کرده شد. باز با کمک همین ها من در بیرون صحن مکتب درخت‌های زیبای ارچن نشانیده شد، راهروها آباد شد، راه درآمد مکتب پنجره بندی کرده شد، دروازه نو با نوشتجاتش با کمک آنها کرده شد. ما خیلی خودسند هستیم و از این هم زیاد فرزندان را، خوانندگان را می‌خواهیم که با روحیه بلند تعلیم و تربیت دهیم. در این عصری که علمش به حساب است
شرایط هم زیاد از بحر ما است. همه از خود کنیم علم معاشر که فیضش بحر ما به انتها است. زی بیرونی بود ما را کشایش، زی آموزش بود ما را رهایش. چو خوارزمی شوی مشهور عالم، زی خیام مانده ما را علم و دانش. ریاضی هم ریاضت هم حساب است. ریاضی سرخط علم است، کتاب است. همه اسرار عالم را کشاید، بهایش در دو عالم به حساب است. ما خوانندگان کوشش میکنیم که دانش‌های زمان معاصر را پورا از بر نموده فرزندان صادق وطن عزیزمان گردیم. ما خوانندگان برای مؤسسه تعمیر گردیده با طرح نو و زمانوی عرض سپاس می نماییم، زیرا تحصیل در چنین مؤسسه بخت بزرگ است. این بخت را برایمان با راهنمایی و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان مهیا نموده‌اند. ما خوانندگان خوشبخت زمان استقلالیت تیاریم که فنهای دقیق را پورا آموزیم، زیرا رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اقدام پیشوای معظم ملت بوده. کوشش می نماییم که باز هم بیشتر و خوبتر آموزیم و در پیشرفت تاجیکستان عزیز حصه گذار باشیم. انیسی کنج تنهایی کتاب است، فراغ صبح دانایی کتاب است. همه از ابتکار پیشوا شد که امر پیشوا چون رهنما شد و مثل آن مقدس های ملی کتاب از نه مقدس تر به ما شد. انیسی کنج تنهایی کتاب است، فراغ صبح دانایی کتاب است. کتاب بر علم و دانش رهنما است. کتاب روشنگری فردای ما است. کتاب این مخزن پر از جواهر. کتاب بر آدمی چون متکا است. انیسی کنج تنهایی کتاب است، فراغ صبح دانایی کتاب است. خوشم که با کتاب در گفتگو است، همیشه عقل و نطقش در نمو است. نگرداند کتاب رویش انسان، خوشم که با کتاب در روبرو است. انیسی کنج تنهایی کتاب است، فراغ صبح دانایی کتاب است. در لوح و قلم شاهدی آثار کتاب است. سرمنزل و مقصودی گوهربار کتاب است. تاریخ اگر ثبت شده در صف ایام، تصویر رخش در خور گفتار کتاب است. ربی ازلی نور جلیل بر قلم آموخت، بنویس که این دفتری پربار کتاب است. در عشق قلم قومت خود تا که بیاراست، بر سجده سر آورد که دلدار کتاب است. هر نقطه که بر چهره آثار نشسته، در سینه لب همدم و معیار کتاب است. اعجازی حقیقت به طریق دو رقم زد، اول با قلم بعد به رخسار کتاب است. ای دانش عالم همه در سینه تو زد، دانند همگان شهد گوهربار کتاب است. هر دیده بینا دل روشن چطور دید، فهمید که سرچشمه اسرار کتاب است. برای چنین کتابخانه زمانوی ارزی سپاس میکنیم. کوشش میکنیم که با بهای خوب و اعلا خوانیم و در آزمون و المپیادها اشتراک فعالانه داشته باشیم و به خدمت خلق و وطن دائما تیار باشیم. ناگفته نماند که طوری در بالا تاکید کردیم، یکی از روزنامه‌نگاران شناخته جمهوری تاجیکستان، سرمؤرخ هفته‌نامه تاجیکستان، سالهای زیادی با شادروان مرادالله شیرعلیزاده کار میکرد و او را همچون استاد خویش همیشه احترام می‌نماید و ضمن یک مصاحبه تخصصی او اندیشه های خویش را بیان نموده درباره تالیف کتاب خویش وقتی که حقیقت تیر خورد به ما معلوماتی بیشتری داد.
من سالهای زیاد پهلو به پهلو با مرادالله شیرعلی زاده کار کردم. من دومین شخصی بودم که ریاست شورای عالی اون وقت سال 1990 به حیث کاتب مسئول روزنامه صدای مردم تصدیق کرد. بعدا من جانشین سرمحرر بودم و مرادالله شیرعلی زاده یکی از شخصیت‌های بودند که دوراندیش، دانشمند، شخص فاضل، سیاستمدار، انسانی بودند که روزنامه صدای مردم را در مدت کوتاه‌ترین به یکی از روزنامه‌های بهترین جمهوری تبدیل دادند. اگر گویم که همون زمان روزنامه جمهوریت با تعداد 230,000 نسخه چاپ میشد، در دوام 3 ماه تعداد نشر صدای مردم را شیرعلی زاده به 260,000 رساندند. این یک نشان دهنده آن بود که این گزیته محبوب خلق است و واقعا هم به صدای مردم تبدیل یافت. مسئله اساسی که مورد توجه شیرعلی زاده بود این سیاست کادری. سیاست کادری در پایه بلند گذاشته شده بود. بهترین ژورنالیستان دوره همون شوروی در اطراف شیرعلی زاده در صدای مردم جمع آمده بودند و همین چیز مساعدت بر آن کرد که روزنامه در یک دوره معین میان مردم موقع و محبوبیت پیدا کرد. و من شاهد بسیار حادثه ها، بسیار لحظه های زندگی شیرعلی زاده هستم. یک بچه جوان، یک کودکی که از دهه کلالی رفته در سطح جمهوری موقع پیدا کرد. مثلا اون کس بودن در نامزد علم تاریخ، اون کس در انستیتوت تاریخ کار کردن. ابتدای فعالیتشون در روزنامه معارف و مدنیت بود، همراه بوردینسا بردییوا. بعدا در انستیتوت تاریخ پارتیا، بعدا در کمیته مرکزی، بعدا اون کس شدن یاردمچی کاتب یکم کمیته مرکزی پارتی کمونیست تاجیکستان قاهر محکموف و بعدا دیپوتات مردمی و سرمحرر صدای مردم. و من تا لحظه آخرین، من گویم که تا چند دقیقه پیش از مرگشون همراهشون بودم. گویم که شیرعلی زاده این روز ضرورت به جشن 80 سالگی خود ندارد، لیکن ما ضرورت داریم. ما ضرورت داریم که در این روحیه مردم رو تربیت کنیم که چنین یک آدمان نجیب، شخصان شایسته بودند که برای پایداری جمهوری، برای صاحب استقلالی جمهوری مبارزه بردند و دیگرها از دنبال اونها رفته توانند. یعنی برای خواننده امروزه، برای جوانان امروزه نمونه بسیار چیزی مهم است. اگر نمونه نباشد اونها چگونه به کدام اقدامات دست داده میتوانند؟ من فکر میکنم که این چیزی حتمی بود که 80 سالگی شیرعلی زاده لااقل در سطح همون دهه و در سطح ناحیه جشن گرفته شد. من برای البته این اقدام خوب بود از طرفی که هم دهه‌گان سر زد و باعث دستگیری رئیس شهر قرار گرفت و رئیس شهر محترم دستگیری کردند و در این سطح بلند، خیلی در سطح عالی امروز ما 80 سالگی شیرعلی زاده رو جشن میگیریم. حتی ژورنالیستان زیاد امروز به زادگاهی اون کس به مکتبی که در مکتبی که شیرعلی زاده تمام کردن جمع میآیند و من فکر میکنم یک صحبت خوبه، یک محفل خوبی بنیاد میکنیم. ما سلسله کتاب های حیات آدمان نجیب رو به چاپ کردن شروع کردیم که درباره شخصیت هایی که نقش بسیار بزرگ در پایداری جمهوری ما، در تاریخ ملت ما، در فرهنگ ما، ادبیات ما، علم ما دارند، زیر این سلسله کتاب ها جمع میآیند و نخستین کتابی که در این سلسله چاپ شد وقتی که حقیقت تیر خورد درباره مرادالله شیرعلی زاده هست و این کتاب واقعا نه تنها سرنوشت ملت ما، سرنوشت دولت ما رو در یک دوره معین، دوره حساس، دوره که جنگ شهروندی بود بیان میکند، بلکه یک راهنمایی است برای آنهایی که میخوان برای وطنشان خدمت کنند. به افتخار 80مین سالگرد گرامی داشت مرادالله شیرعلی زاده در صحن مؤسسه
تحصیلات میانه عمومی رقم 7 دهه کلالی محفل یاد بود برگزار گردید که ضمن آن رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده در سمت اکادمی اداره‌کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبدالحکیم غفاروف یکی از سابقه داران ساحه مطبوعات تاجیک میر محمد میربابایف دوستی شادروان خالق‌ال جورایف و همدیاری شادروان با مراد بوتایف اندیشه و ملاحظات و خاطرات خویش را ارزیابی نمودند. چاره‌بینی امروزه با مقصد تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و راهنمایی‌های معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوغد محترم رجب احمدزاده با افتخار 80 سالگی خادم نمایان دولتی و جمعیتی روزنامه‌نگار سابق سرمحرر روزنامه پارلمان کشور صدای مردم و وکیل اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان فرزند این دیار استاد مرادالله شیرعلی زاده با افتخار 80 سالگی ایشان برگزار می‌گردد. همدیاران عزیز، ما در سرزمین قرار داریم که با تشبث و ابتکارات به واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان تمام جهانیان باز هم زیادتر و باز هم وسیع‌تر نسبت این سرزمین معلومات گرفتند و قدیمترین سرزمین تاجیکستان این پنجکینت باستانی است. این سرزمینی است که برای ما و شما شاه دیوشتیش و سپیتامین استاد ابو عبدالله رودکی و فیض الله انصاری جمعه و دینه و ده‌ها نابغه هایی که برای علم و ادب و فرهنگ دیار ما ملت ما زحمت کشیدند همین سرزمین به ما و شما داده است و من گمان میکنم که نسل‌هایی که امروز ما و شما گوش میکنند و پیران خرد که در اینجا حضور دارند دعا میتن که همین نسل‌های جوان دوام دهنده و ابتکارات سیاست امروزی پیش گرفته حکومت جمهوری و اقداماتی که محترم پیشوای معظم ملت برای رشد آبادی تاجیکستان گرفتگی هستند سهمگزار باشند. قدم هر که بر این سرا برنهاد با فرق سر و چشم ما برنهاد. آمدن‌های شما نور دیده تاجی سر. بار دیگر خوش آمدید به پنجکینت باستانی. ما امروز اینجا جمع آمدیم که خاطره یکی از فرزندان برومند ملت تاجیک، خاطره آن شخصی که با سیرت پاک، با صورت نیک، با عقل بی نهایت بزرگی زیر پادشاه ملک سر عقل حکمرانی میکرد برای بهداشت حیات اجتماعی مردم جمهوری تاجیکستان و برای زندگی امروزی مردم جمهوری تاجیکستان جان خود را سپر نموده است. تیر دشمنان، تیر حقه‌بازان به جان اولین نشانه استقلالیت جمهوری تاجیکستان مرادالله شیرعلی زاده برخورد. روح او از تن رفته باشد هم ولی او از صفای امروزه در کائنات به من شما نگاه میکند و نظر میاندازد که هر کی ما و شما با چنین خاطری بی نهایت زیبا خاطری او را پاس می‌داریم. درود و پیام و سرود به شما مردم دهه کلالی و عموما پنجکینت باستانی. مرادالله شیرعلی زاده انسان بسیار هم ناتکرار. با مرادالله ما آخری سالهای 60 اولی سالهای 70 هنگام کار ترجمانی در افغانستان با هم رفیق بودیم، جوره بودیم، بعد همکار شدیم، دوست بودیم. از روزهای اولینی که روزنامه صدای مردم تشکیل میافت همراه بودیم. بعد از آنکه مرادالله
شهید شدند. همان روز من در نوبتداری در گژکه میگویم داره روزنامه طبیعی روزنامه ها در اونجا بودم. چطور به بیمارخانه همین لحظه ها در خاطرم همین خیلی نقش بسته است که هیچ تا عمر هست این باقی میموند. پس از آن که این حادثه رخ داد روز دیگر ما روز 6 می آمدیم اینجا. بسیار رفیقا اینجا همدیاران اینجا بودند. ما اون کس را به خاک سپاریدیم. من به همه شما که اینجا از رئیس محترم ناحیه محمد شریف همدمپور که یکی الهام بخشان سرکردگان این ابتکار همین چی هستند که اینقدر مردم جمع آوردن اظهار سپاس میکنم. من به شما مردم دیه که با راهبری این شخصان مکتب را بسیار خوب آباد و زیبا کردید. اما آن چیزی که وابسته بود به مرادالله شیرعلی زاده انجام دادید و همه شما اظهار سپاس میکنم. صحت و سلامت باشید. درباره مرادالله بسیار سخنهای بالا گفتند، لیکن به فکر شخصی من سخنی از همه بالا را پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان گفته است. در آن روزهای بی‌حاکمیتی از جانب خائنان ملت تاجیک دپوتی مردمی سرمحرر روزنامه صدای مردم انسان پاک‌طینت مرادالله شیرعلی به قتل رسانیده شد. او مردی بود که تمام حیات خود را برای متحدی یکپارچگی جمهوری بهر پیشرفت تاجیکستان عزیز ما صرف میکرد. سخنان پرمعنای و جاذبه‌دار او در سیسه‌های شورای عالی حالا هم در گوشم صدا می‌دهند. خیلی خوب است که میناکشان پنجکند این مرد شریف را با احترام زیاد پاس می‌دارند که به خاطر او بنیاد شد مقبره استاد مرادالله شیرعلی. این شهادت می‌دهد که کار حق، مبارزه بر ضد ظلم و استبداد همه وقت از جانب خلق دستگیری می‌یابند و نام مبارزه همیشه در دل دیده مردم زنده و جاودان خواهد ماند. ما هم امروز مزار این مرد شریف را زیارت کرده به خویش تبار و نزدیکان مرادالله همدردی خویش را اظهار نمودیم. امام علی رحمان رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان 16 ایول سال 1993. مرادالله شیرعلی زاده کی بود؟ همه بدانند که آدمی زمینی بود، خاکی بود. یگان دیگر خصوصیت‌های زیادی در او دیده نمی‌شد. خرد و کلان برای وی یخشل بود. همه وقت از افغانستان آمده است. ما به دیدار رفتیم. بعد ینگی خاصیت اویلشان مرا به خانه دیگر دعوت کرد و گفت که اکا جان التماس کنید که مرادالله دیگر به افغانستان نروند. برای چی گفتم؟ برای اون گفتن که هر پگاه با پولمیات автомат اتوبوس که ما رو به کار میبرن. تمام بچه ها یعنی ترسانچک شدگی. بعد من به مرادالله علاهیده همین چیز را عرض کردم. بعد گفتن که اکا این حکومت این پارتی حکومت گوجه‌ای که فرستاند ما در همونجا تیاریم. خاطره ها بسیار است با همتون، یعنی عمر دراز و رزق فراز، خصوصا به میهمان ها و همکاران مرادالله، یعنی هم استادانش و هم شاگردانش عمر دراز آرزو میکنم. رحمت به همتون. در ابتدا سلام صمیمی و درودی بپایان مردم کلالی را به شمایان اشتراک کنندگان محفل بزرگداشت 80 سالگی مرادالله شیرعلی زاده خوش آمدین میگویم. نوری دیده تاج سر. روز 5 می سال 1992 بود. ما به مرادالله شیرعلی زاده تلفن کردیم، گفتن که من بند همین روز با میخوریم. آمدن با همراهی فرزندشان ایرج، لیکن خاطر پریشان چیز اون کس را عذاب میداد. گفتن که من در مجلس بند، من این ماشین خدمتی من شما کجا خواهید مرحمت رویتون. ما انتظاری میکشیدیم ساعت 5
که اون کس به خانهشان تکلیف کرده بودند. وقتی که از این اکنون ترددی رفتن داشتیم، همون روز بارانی سخت نتوانستیم که رویم. شب از تلویزیون خبر دادن که مرادالله شیرعلی زاده را پراندن. زنده و جاوید مان هر کی نکنام زی که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. بزرگان معتبر میدانند. من از نام ساکنان دهه کلالی به راهبریت حکومت شهر، مخصوصاً به حاکم آن عبدالخالق خالقزاده و شاگرد مرادالله شیرعلی زاده، ژورنالیست شناخته شریف همدمپور، برای سازمان دادن همین گونه چاره‌بینی از نام مردم دهه کلالی رحمت نامه ها و اظهار تشکر بیان می‌کنم. من سخن را با کمال بسیار احترامی بلند به یکی از فرزندان مرادالله شیرعلی زاده که در اینجا حضور دارند، یعنی بهروز جان میدیم. مرحمت بهروز جان. السلام علیکم محترم مهمانان، دوستان و همدهگان، استادان و همه آنهایی که امروز برای یادبود پدر ما تشریف آورده و دهه کلالی از نام مادرم و برادرانم که در مهاجرت مهنتی می باشند همه شما را خوش آمدید میگوییم. برای ما بسیار مهم است که بعد از سالهای زیاد نیز نام پدر ما فراموش نشده است. شما امروز به حضور خود به او و به خانواده ما احترام کلان نشان دادید. پدرم انسانی بودند که بسیاری ها با سخن حق، با مهر وطن و با انسان دوستیشان در یاد دارند. ما فخر میکنیم که زندگی به کار پدرم برای مردم ارزش داشت. از نام اهل خاندان و نزدیکان به شما منتداری اظهار میکنیم که راه دور را طی کرده برای گرامی داشتی خاطره پدر عزیز من به اینجا آمدید. خوش آمدید. یک جهان تشکر برای همتون. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی به حاضرین شعرها قرائت کردند و این چاره‌بینی واقعاً با دیگر صحیفه خاطرات مرادالله شیرعلی زاده را همچون خادم دولتی، جمعیتی و نفری که واقعاً در راه مطبوعات تاجیک خدمت شایسته کرده بود، باری دیگر به همگان همچون نوری شمع خاطره منور ساخت. مرادالله شیرعلی زاده نمونه برجسته سیاسی نوی ملت بود. خصلت‌های بهترین انسانی، جوانمردی، راستقولی، دلسوزی و ملت دوستی به او خاص بودند. مرادالله شیرعلی زاده از خود سماع شجاعت و مردانگی، وطن دوستی و مهربانی و آدمیت را باقی گذاشت. یادی تو در قلب ها ماند نشان، نامی نیکوی تو باشد جاویدان. ای شهیدی راه حق، ای مردی حق، شهرتت والا چو مردی قهرمان. جشنی 80 مبارک می رسد نیستی، اما دریغا در میان تا جهان باقی ماند نامی تو همچو فرزند بزرگ زرفشان. زنده تو در سرود آبشاران دیار، با تپیدن‌های نبض بیقرار روزگار، چون شهید راه حق در شمع‌های لاله‌زار، در دل هم‌ملتان پاک وجدان و بهار. به بزم دل به کف آریم ما پیمانه وحدت،
نهم تا دستهای خیش ما بر شانه وحدت. زمین تاجیکان از آب وحدت گشته است سیراب، نمی جوییم با دل تشنگی افسانه وحدت. دل ما می تپد در سینه از این دولت بیدار، نمانیم پا برون در زندگی از خانه وحدت. شکر استقلال کشور پاره ها با هم شدند، پیر و برنا از سری نف همدل و همدم شدند. تاجیکانی تاج بر سر بعد سالها درد و رنج، صلح و وحدت خواسته جا زیر یک پرچم شدند. پرچم ما پرکشان شد، ملت ما شاد شد، با تلاش سرور ما ملک ما آباد شد. سپس اشتراکچان این مراسم گرامی داشت از خانموزی مرادالله شیرعلیزاده که با اقدام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین خیلی زیبا تعمیر و ترمیم گردید و اینجا از طرف مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام ابا عبدالله رودکی نگاره ها نصب شدند، دیدن کردند. کارمند آثارخانه به نام استاد ابا عبدالله رودکی فیروزه روحولова در این باره به اشتراکچان این مراسم یاد بود چنین اطلاع داد. در خانه موزه 3 حجره قرار دارد. یک حجره خانه زمستانه، دیگر خانه برای مهمانان و دیگر این خانه موزه می باشد که ما شما را به تماشای این خانه موزه مرحمت میکنیم. اولین بار سال 1993 خانه موزه با ابتکار پرزیدنتی دولت ما پیشوای ملت جناب اولی محترم امام علی رحمان تأسیس یافته بود و سال 2015 با ابتکار پرزیدنتی دولت با ابتکار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین از نوسازی و از نو تحریزی کرده بود و سال جاری سال 2025 هم با ابتکار پرزیدنتی دولت محترم امام علی رحمان و با ابتکار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین خصوصا با دستگیری و سفارشی رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق این خانه موزه از نو تحریزی گردید و حالا در اینجا شما در نمایش اول یک چند حجت‌های را می‌بینید که آیدی کار و فعالیت مرادالله شیرعلی معلومات می‌دهد. وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرویز شادیزاده درباره گرامی‌داشت شادروان مرادالله شیرعلیزاده اندیشه‌های خویش را بیان کرد. او برای تشکیل و برگزاری چنین یک محفلی گرامی داشت انجام دادن کارهای آبادانه و سازندگی در دیار شادروان مرادالله شیرعلیزاده و رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده تحفه رهبریت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را با یک عکس زیبای بینای نوی پارلمانت جمهوری تاجیکستان تقدیم کرد. در نوبت خویش رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده این تحفه را برای خانموزی به نام مرادالله شیرعلیزاده سپارید و تاکید کرد که بگذار این تحفه یک نگاره باشد که برای بینندگان و آنهایی که این آثارخانه را بازدید میکنند رمز افتخاری گردد. در اینجا معاون سرمحرر روزنامه صدای مردم دلیر عبدالله یکی از روزنامه‌نگاران شناخته جمهوری تاجیکستان هورینیسا علیزاده شاعره محبوب تاجیک مهرینیسا بابابکووا سابق مشاور دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ارکین رحمت‌الله یکی از اهل فرهنگ شهر باستانی سمرقند شراف‌الدینова امینه درباره شادروان مرادالله شیرعلیزاده اندیشه و خاطرات خویش را ارزیابی نموده این چاره‌بینا را واقعاً یک صحیفه طلایی برای گرامی داشت خاطرات چنین فرزندان فرزانه ملت تاجیک ابراز کردند.
як вижаги фаъолияти Муродулло Ширализода то ҷое ки аз нақли устодон ман медонам ин буд ки ҳангоме ки ба кор мегирифтам меъёри асосӣ касбият буд ва ҳамин буд ки дар садои мардум нухбагони журналистика ба кор ҷалб шуданд онҳое ки воқеан ба як мактаби тарбияи кадрҳо шуд ва имрӯз мо ифтихор мекунем ки аз мактаби садои мардум сармуҳаррирони хеле зиёд ба воя расиданд ва намунаи барҷастааш мунаффақи азизи мо ҳуринсо ализода шодравон акбари саттор бародари азизи мо шариф ҳамдампур ва ман бо истифода аз фурсат ба раиси муҳтарам абдухолиқ холиқзода ки воқеан як нафари фарҳангпарвар ҳастанд ман боварӣ дорам ки аз суханрониашон ҳамаи шумо эҳсос кардед ки воқеан нафари донишманд ҳастанд ва дӯсти гиромӣ шариф ҳамдампур барои чунин ибтикор арзи сипос менамоям ва аз номи аҳли эҷоди рӯзномаи садои мардум мо ду тӯҳфаи хубсорона дорем аллакай ман споридам ба росо як телевизори калон аст барои осорхона ва як лавҳаи хотиравӣ аст ки дар он ҷа ҳам паспорти рӯзномаи садои мардум тӯли солҳои мавҷудият ва ҳам расми шодравон бо дигар сармуҳаррирон аст ва дар оянда мо кӯшиш мекунем ки аз ҳисоби бастаҳои рӯзнома ҳисоби китобое ки аст дар ғанӣ гаштани осорхона сами худамона гузорем. Ташаккури зиёд. برای من باعث افتخار است در چنین نمایشی که به خاطر اون نفری دور میگردد که اون نفری که اولین صحیفه های صدای مردم ارتباط دارد به نام او با کارنامه های او و من بعد از 5 سال مرگ مرودلو شیرعلیزاده با این نشریه پارلمانی به کار آمدم. اون وقت استاد محترم سرمحرری روزنامه بودن و قلم های شاگردانه و اولین ما رو اینها تحریر میکردن و همون زمان من زیاد درباره این مرد شریف، درباره این مرد نکونام، درباره مرودلو شیرعلیزاده همچون نخستین گویم یا اولین شهیدی راهی دولت کنستیتوسیونی، اولین شهیدی که به خاطر یکی از شخصیت‌های بزرگ بودنشان کشته شدند. متاسفانه ما در این دوره یک گروه کلان شخصیت‌های نامداری ملت تاجیک را از دست دادیم و بسیار خوب است که برای آن که از خاطره‌های نسل امروز نام تاریخی اینها زدوده نشوند، به خاطر آن که احترام به نفرانی که جان خود را فدا کردند در راه امروزه استقلالیت ما، همین گونه چاره‌بینی ها گذرانده می شود، همین گونه همایش ها می شود. امروز ببینید اون کودکان به دنیا آمدن که اگر همین گونه همایش ها نباشند شاید ندانند که مرودلو شیرعلیزاده کی بود. من شخصا از برادر ارجمندم شریف حمدمپور که همه ساله برای یاد بودی این مرد شهیر، برای روزنامه نگاری کسبی، برای سردبیری شهید گشته صدای مردم همایش ها برپا میکنند. ما جمع می‌آییم، کتاب نوشتند و امروز که از نفرانی هستند که ابتکار کردند برای به هم آمدن ما از کشورهای تاجیکستان و ازبکستان، برای بار دیگر یاد کردن خاطره این ژورنالیست نامور. سپاسگزارم با حکومت شهر پنجکین، با رئیس محترم که همیشه نخبگان، فرهیختگان همیشه از حال و احوال همه ایجادکاران با خبر هستند و کوشش میکنند که برای جاویدگردانی نام آنها خیلی کوشش میکنند. اما عالم جان بابای که چندین سال هم آرامگاهشان و هم راههایی که تا خانهشان بود آباد کردن، این هر کس نمیکند. همون با گفته معمولی لایق بزرگان رو بزرگان زنده می‌دارند. واقعا تشکر به شما رئیس محترم. بعدا میگن که گوری خونین شهیدان به تو آواز دهد، آتشی را که فروزان شده خاموش مکن. ما به امید وفای تو گذشتیم ز جان، دوستان را ما بر از یاد و فراموش مکن. یعنی این تاکید هر یک شهیدی که در راه وطن، در راه خلق، برای عدالت، برای برابری، برای واقعا صاحب اقبال و سعادت بودن مردم خود کوشش کرد و اما همون میگن که قاتلان از مردن ما دلخوشند، ما نمیمیریم، ما را میکشند. و اگر امروز مرودلو میبودن میگفتن که
وطن گویم وطن گویم همیشه وطن گفتن مرا فخر است و پیشه این در روز بعد من میگم که اگر با من نسازد نوکس خیر یعنی باید مرادلو همه خیر میگفتن اگر با من نسازد نوکس خیر دلم را بشکند خار و خس خیر اگر میرد امیدم نیمه راه شوم نومید از دل واپس خیر وطن تنج و امان باشد کفایه رقیبش ناتوان باشد کفایه شکوه و شوکت و نام بزرگش در عالم جاویدان باشد همیشه وطن گویم همیشه که من برگم وطن بیخ است و ریشه وطن گویم همیشه وطن گفتن مرا فخر است و پیشه با شما تشکر من میخواستم به مردم شریف این دیار به مردم فرهنگ دوست و فرهنگ پروری پنجکند با سرداری رئیس محترم با سرداری برادری عزیز ما شریف همدمپور ابراز هزارها تشکر کنم که آیین باستانی ما را زنده کردند و به این شکل زنده می‌دارند. یعنی امروز وقتی که ما دیدیم همه این چیزها را با آغاز از مکتب خود مرادالله شیرعلی زاده آغاز کرده تا اینجا هر یک لحظه نشست ما هر یک لحظه صحبت ها ما هر یک لحظه با این مرد بزرگ سخن گفته ها ما زنده شد و برای چنین زنده‌گردانی برای چنین احیا و همه شما سری تعظیم فرود می‌آورم. سلامت باشید. شکر خدا که من همین مرد رو 2 مرتبه دیدم دیدار دیدم 1 مرتبه صحبت کردم لیکن من گمان نکردم که این آدم یا دیدار بینیم و با همین تمام می شود و وقتی که از دنیا گذشتن این انسان من شنیدم خیلی اشک ریخته بودم زیرا من این انسان رو به صفت اتالون قبول کرده بودم باور کنید از مطالعه های همون روزنامه و از کارنامه این انسان و از رفتار و گفتار و از پندارش و من میگویم که یک انسان هم زمینی هم صمیمی هم شوروی بودن همین کس من همین شوروی گفته خودتون میفهمید این بسیار یک چی دارد اگرچه امروز این انسان در بینمون نیستن سالها این کس را از ما دور میبرد لیکن ما از کوه چقدر دور روی شهامت کوه همون وقت احساس میکنی سالها این انسانی بزرگ را از ما دور میبرد لیکن همین شهامت این انسان کشش این انسان که ما رو به سویش میکشد طرف زیاد میشود من خیلی منت دارم از شما حاکم محترم که من این اولین بار نیست قریب 5 مرتبه هست که در سر و بری بسیار کارهای فرهنگی شما هستید من سیمای شما در چهره در چشم من در دل من خیلی چی است محبوب است من از شما محترم همدمپور منتدار هستم که امروز شما برای همگان حالا بسیار کسا می نویسند بسیار چیزها مقاله ها می شود در ازبکستان که بسیار کسا نمی شناختند مرادالله شیرعلی زاده رو اکنون شناس می شوند توجه می کنند به زندگی نامه و به فعالیتش توجه می کنند روح شیرعلی زاده شاد بود پیروانشان زیاد بود باری دیگر به شما تشکر زیاد و تشکر به شما تشکر اشتراکچیان این مراسم سپس به مقبره شادروان مرادالله شیرعلی زاده تشریف آورده به پایه این مقبره گلچنبرهای تر و تازه گذاشتند و با قرائت آیتی از قرآن مجید به ارواح او دعا و فاتحه فرستادند. در مسیح تحصیلات میانه عمومی
рақами 52 ба номи шоири шинохта равоншод Мастон Шералӣ иштирокчони ин маросим бо хонамӯзӣ ва дигар иншооти ин муассиса ки пас аз таъмиру ободонӣ хеле зебо шуда буд дидан намуданд. дар диҳаи нигноти ҷамоати диҳоти рӯдакӣ иштирокчони ин маросим бо маркази фарҳангиву сайёҳӣ ва осорхонаи ба номи шоири маҳбуб драмнависи шинохтаи тоҷик Файзулло Ансорӣ дидан намуданд. яке аз пайвандони шоири бузурги тоҷик, ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон Муаззамхон Ансорӣ дар бораи ин муассисаи фарҳангӣ ба ҳозирин маълумоти бештарӣ дод. иштирокчони маросими гиромидошти шодравон Муродулло Шерализода аз диҳаи Мазори Шариф дидан намуда, нахуст ба мақбараи яке аз олимони ҳадис Хоҷа Муҳаммади Башоро ташриф оварданд ва арвоҳи ӯ дуо фотиҳа карданд ва сипас хонамӯзии устоди зиндаёд Лоиқ Шералиро низ тамошо карда, бори дигар таъкид карданд ки воқеан аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ҷиҳати гиромидошти хотираи фарзандони фарзонаи халқи тоҷик корҳои зиёдӣ амалӣ мешавад. дар диҳаи ғӯсари маркази ҷамоати диҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ ҳайати иштирокчони ин маросими гиромидош бо фаъолияти беморхонаи минтақавии ҷамоат ва бинои нави ҷамоати диҳот шинос гардида, бори дигар изҳор доштанд ки воқеан дар партави дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар қаламнави шаҳру диҳоти Панҷакен корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад.